سلام علیکم تماشابینان گرامی و برادران و خواهران ارجمند. این زمان قرار داریم در مرکز تشخیصی و طبابتی ارتوپد و طب معاصر. این اول آمدیم برای گذراندن پای جراحی پای دومی بیمار که شریفوف حاکم جان از جماعت دهات چارکوی شهری اسفرا چند پیش در این نوار و شما معلوم کرده بودیم و خبردار کرده بودیم که جراحی دومی بیمار در شهر خوجند بعد از گذراندن جراحی یکم بعد از 3 ماه گذرانیده می شود. این اول مبلغ معین جراحی با دستگیری هموطنان و همشهریان سخاوتمند و دستخوش جمع شد و امروز عملیات جراحی گذرانده می شود. در حق بیمار دعا کنید تا عملیات جراحی خوب و باورا گذرد. خداوند کریم خیر و سخاوت شما را بریا به درگاهش قبول بفرماید و پاداشش را در چند ساعت برگرداند. سلام و درود نثارتان با تماشابینان عزیز. این زمان ما در شهر خوجند در مرکز طبابتی ارتوپد و طب معاصر قرار داریم. چند قبل ما طریق نوار در یوتیوب کانال اسفرا پرو و چارکوی تیوی آیدی بیمار از جماعت چارکوی شهر اسفرا شریفوف حاکم جان 44 ساله خبردار کرده بودیم. دوستان عزیز، با دستگیری شما و با دستگیری صاحبکاران خیرخواه و سخاوتپیشه عملیات جراحی یکم ماه فوریه گذرانیده شده بود. امروز با دستگیری تشکیلات جمعیتی آلمان دیدها و کمک و دستگیری صاحبکاران سخاوتمند امروز عملیات جراحی دوم در شهر خوجند گذرانیده شده است. در حق بیمار دعا کنید تا عملیات جراحی خوب و باورا گذرد. دوستان عزیز، خداوند کریم خیر شما را به درگاهش قبول کند و پاداشش را در چند و صدچند برگرداند. آرمان دلها با ما بهترین ها کند. کدام پای جراحی دیدی؟ نه برداشتیم. برداشتیم. قط کردیم. داشتیم. موندیم. نه برداشت قط کردیم که میشه. باز شکایت چی بود؟ درده یا؟ اینش دردش چی خیلی شد؟ کم شد. آن در. موندیم راست کردیم. خیلی ما تیار. خدا خواهد. همش آره می نقشه خیلی کی بود؟ نقشه میفتی بودیم این روشنا میکنیم خدا خواهد. خدا من جراحی میگیریم میشه. خب تیار می نصرانی و نازم. تمام. سلامت باشید. فهم کنیم. نقشه میشه مالش. امشب رینیماسیون خون میرید. نه ولی خون جون رفته چینه من رینیماسیون خون برم. من بیون مالش میاشه. گوش کنید. شما رینیماسیون و یا آبیرین ممکن نیست. در آن سلام و درود دوستان عزیز، هموطنان گرامی. این لحظه ما قرار داریم در شهر خوجند مرکز تشخیصی و طبابتی ارتوپدی و تکنولوژی معاصر در حضور ما سرطبیب دکتر درجه عالی محترم ضیاباف شهرجان امانبایف حضور دارند و طبق نقشه و خلاصه طبیبان ما امروز باز عملیات جراحی پای دیگری بیمار شریفوف حاکم جان ساکن جماعت دهات چارکوی میگذاریم و میخواستیم که از محترم دکتر پرسیده باشیم که ضرورتی جراحی دویم باره یعنی پای دیگری بیمار در چی بود و پس از این البته امیدواری هست که کاملا بیماری ما شفا مییابند و دیگر ضرورتی جراحی انشاءالله که باقی نمیماند. خیلی البته ضرورتی جراحی وابسته از دیاگنوزی که تشخیصی که دکتر بگذارد. در این حال یک روز اسیدیکی درجه 3 از هر دو طرف بود
اذیت اساسی بیمار شکایتش این دردناکی و پس شدن صفت حیاتی برای بیماری که گرفتار همین بیماری هستند. یعنی که اذیت در آن که خودشان به اعصاب حال رفتن نمیتونن، اگه کارهای مستقلانه کرده نمیتونن، برای همین بیمار رو مجبور میشن با مانند میدون مراجعت میکنن که یکی از نشان دوتا این دردناک، دویمش بلند کردن صفت زندگی بیمار. یعنی که با تکلیف داشته میگم بیمارشون خیس کردن، حرفی زندگی شدن، کار کردن، همین معنیش ما بریم پیشتره بیمار رو برگردوندن. برای همین ضروری جراحی کردن از دوی طرف برای همین. حاضر من 3 ماه شدگی بود است جراحی کردیم، حاضر شکایت‌ها کم شدگی بود، دردها کم شدگی. ولی بیمار در مرحله ریابیلیتاسیون اون پایی که ما 3 ماه پیش کردیم ریابیلیتاسیون دوام می‌دونه. و غیر از اون که امروز جراحی می‌کنیم بعد این درد پای چپ هم کم شود، میشه ریابیلیتاسیون کردن، حرکت کردن، ریابیلیتاسیون کردن بهتر میشه. پس از این جراحی دیگر ضرورتی جراحی دیگر نیست. باید که شود. غیری نظارتی طبیبان؟ های اینا زیر نظارتی ما هستیم. از چندی وقت باز از بس که برای همین قدر دستگیری شده از طرفی خاقی مردم ما، از طرفی من فونده خیریه شما باید حرکت بکنیم که یک صحنه خدا بزرگانی بسیار خوشحال هستیم. قید کردم به موارد است که 3 ماه پیش ماه فوریه در همین مؤسسه طبابتی بیماری ما عملیات جراحی گذرانده بودن. البته سهمی مؤسسه مذکور در شخصیت من محترم سیاوش شورای جان آمانبایوش خیلی کلان بود و ما از نام بیمار، از نام تشکیلات جمعیتی آرمان دلها به شما برای پذیرایی خوش، برای طبابت، نگاه بین، برای دستگیری همه جهت برای گذراندن عملیات جراحی این اداره بیان می‌کنیم و همچنین به جراحی امروزه به شما موفقیت و بیمار ما شفای کامل تمام می‌کنیم. این دستگیری در سیمای احتمالی تمامی کریتیفی موقعی همیشه اصلا کوری همشیروی خوردی تیپ مثلا ترکیب میگه فعالشون تو همشیروی تیپ دکتران انستیزیولوگ و دکترای لابراتوری هم همه یک کلکتیفی که حرکت کردیم که همیشه با خیزانیمون و این رنگی پای راستشان این پاشان هم تست هست. سلام و درود هموطنان عزیز، همشهریان گرامی. این لحظه ما قرار داریم در شهر خوجند، مرکزی ارتوپدی و طبی معاصر. چند پیش انیخترش ماه فوریه عملیات جراحی ساکن جماعت دیالت چارکوه شریف حاکم جان با تشبث تشکیلات و مدد و مساعدت کلی هموطنان سخاوتمندمان در همین مؤسسه گذرانده شده بود و طبق توصیه دکتران باید عملیات جراحی پای دیگری بیمار بعد از 3 ماه یا 6 ماه دیگر باید گذرانده شود بود و الکی 3 ماه شده ایستاده است برای گذراندن عملیات جراحی یکم باره با تشبث مامور گروه چارکو تیوی نوار ویدیویی آیدی جمعآوری مبلغ‌های خیریوی برای گذراندن عملیات دوم باره بیمار به شبکه‌های اجتماعی اینترنتی پخش کرده بود و خوشبختانه باز از جانب هموطنان سخاوتمندمان یک قسمی مبلغ جراحی با کارت دوشنبه سیتی بیمار و اینچنین به دستشان جمع‌آوری گردید و باز از جماعت دیالتی واروخ اکای حاجی سخاوتمندمان باقی مانده مبلغ جراحی نارسایی مبلغ جراحی را پرداخت نمودند و امروز سنه 23 می است ما بیمار را آوردیم و بیمارستان امروز بستری می شوند برای پگاه برای گذراندن عملیات جراحی آمادگی می‌بینند و پگاه انشالله خدا خواهد ساعت 10 عملیات جراحی گذرانده می شود و ما تمنا میکنیم که عملیات جراحی با موفقیت گذرد و صحت و سلامت از همین بالگاه به خانهشان به نزد پیوندانشان برادری بیمار ما برگردند. به کل آن نفرانی که این بار دوم است که برادری ما دست مدد خودشان را دراز نمودند عرض سپاس بیان می‌نماییم. خداوند پاداش عمل‌های نیکتان را دهد، خیراتتان را بریا به درگاهش مقبول گرداند و باقی به همه شما تنصیحاتی خانوادگی را تمنا می‌نمایم و به شما برای گذراندن جراحی موفقیت من سپاسگزارم باشد و هموطنان ما از رحمت هموطنان عزیز ما می‌دار برادر و ای چوکی از شهر کره به من کمک کردن، دستی رو دراز کردن،
همه اون کسانی که به من کمک کردن مدد کردن ما می‌دونم خداوند اجرش بده این دیگه خدا بود دادن دعوتتون زودتر دادن تشکر می‌دونم زورم سلام شکر تشکر Ancak böyle vücudu çok kasmalı. İşte zaten burcun güzel oldular. Ben şunu YouTube istiyorum. Var en senir. سلام تماشاگران عزیز، امیدوارم که حرکتان خوب و سلامت هستید. چند دقیقه قبل ما طریق یوتیوب کانال اسفرابرا و چاکو تیوی کمک برای ساکن 44 ساله شریفا فاطمی جان نام دارم از همه مردم سخاوتمند کمک طلب کرده بودیم و آمدیم برای گذراندن عملیات دوم جراحی به شهر خوجند. اینجا مرکزی طبابتی ارتوپدی و تکنولوژی معاصر است. مبلغ معینی جراحی جمع شد و امروز عملیات جراحی گذرانیده می شود. تشکری اعضایان و ولنتیران تشکیلات جمعیتی آرمان دلها و تشکری بیمار را و کلی مردم سخاوتمند تاجیکستان بگذار. خداوند خیرتان را بیاری و درگاهش قبول بفرماید و پاداشش را در چند ساعت چند برگرداند. خداوند به کلی آرزو و آرمان‌های نیکتان برساند. همشهریان و هموطنان عزیز، من میخواستم که اگر سخنی داشته باشم به ما به شما گفتنی باشم. سلام علیکم. من همه شما برادران مردم خصوصا تشکیلاتی آرمان دلها و برادر یوسف جان صادقی همه سخاوتمند و خیر کرده و خداوند هرچی در این دین و آخر نیکی هست نصیبشان گرداند، گناهاشان مغفرت کند، این دین و آخرتشان آباد کند و درداشان باز از این هم زیاده گرداند. ما می‌نداریم. سلام سربرم باشه دوستان عزیز، ما را پیگیری نمایید. ما نوارهای پیشینی را